سلام به همه. بیایید چند تا نکته در مورد جذب مشتری بهتون بگم. این اول دکور این آرایشگاه. خب نکته اولی که میتونم بهتون بگم این وسیله هستش. برای موهای گوش استفاده میشه با این محلول. یکم میزنید و فندک میزنید برای گوش. نکته بعدی که میتونم بهتون بگم میتونه هات تاول باشه. تاول خیلی مهمه برای مشتری ها. یکم از این اوکالیپتوس بریزید کیف میکنن. نکته بعدی که وکس همه تو استفاده میکنیم ولی ما رایگان استفاده میکنیم اینجا. کارت خان که خیلی نیازه. لولیپاپ یا آب نبات برای بچه ها بعد از اصلاح. و چیز بعدی میتونه این میز باشه. روزنامه، شمع، چند تا گل که طرف که منتظره